خبر خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان روز 8 اکتبر سال 2022 رویخط 18 حزب سازمان حرکت را که در تاجیکستان افراطی و تروریستی شناخته شده فعالیتشان ممنوع شده است نشر کرد. این رویخط سازمان‌های خارجی چون القاعده، طالبان، لشکر طیبه، اخوان المسلمین، داعش، جماعت تبلیغ، جبهت النصره، حزب تحریر و همچنین سازمان‌های صرف تاجیکی به مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، پیمان ملی تاجیکستان، جماعت انصارالله را فرا می‌گیرد. همه این احزاب در تاجیکستان ممنوع. در حال حاضر در خارج کشور حزب نهضت، پیمان ملی و گروه 24 اساساً در اروپا و جماعت انصارالله در افغانستان عمل می‌کنند. در بین سازمان‌های ممنوع تاجیکی سازمان با نام تاجیکستان آزاد نیز است که فعالیتش هنوز سال 2006 ممنوع و خود این سازمان هم افراطی و هم تروریستی اعلام گردیده است. بنا به معلومات در ویکی‌پدیا نشر شده، حزب تاجیکستان آزاد در پایان سال 1998 در قلمرو ازبکستان از جانب طرفداران پلکونیک بلواگر محمود خدایبردیف تأسیس یافت. نشر رویخط اصحاب و گروه‌های در تاجیکستان ممنوع در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 اکتبر سال 2022 در انجمن بین المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه از کشورهای پیشرفته دنیا خواست که از دادن حق پناهندگی به آنهایی که به عملهای تروریستی عیبدار میشوند خودداری کنند و برعکس برای بازداشت و به دست مقامات سپردن چنین افراد مساعدت کنند. اشاره پرزیدنت تاجیکستان ظاهراً به سوی رهبران و طرفداران حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی است که در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلان و فعالیتش ممنوع شده است، ولی صدها نفر از رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشورهای اروپا پناه برده فعالیت خود را از آنجا ادامه می‌دهند. رویخط 18 حزب سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع، القاعده، تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرده شده است. حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ترکستان، حرکت طالبان، برادران مسلمان، لشکر طیبه، گروه اسلامی، جمعیت تبلیغ، سازمان تبلیغات، تاجیکستان آزاد، حزب تحریر، جماعت انصارالله، سلفیه، گروه 24، دولت اسلامی عراق و شام، جبهت النصره، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان تشکیلاتی که تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرده شده است. با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان از 15 آگوست سال 2019